بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از داستان نصیبه بنت کعب یا نصیبه مازنیه یا نصیبه مازنیه یا ام عماره. تا اونجا با هم رسیدیم که نصیبه مازنیه دو تا پسر داشت، عبدالله و حبیب از همسر اولش و یه دختر داشت از همسر دومش به نام خوله و جزو طلیع دارانی بود که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بیعت عقبه ثانیه بیعت کرد که با جان و مال با تمام توان از پیامبر همان گونه دفاع کنند که از خانوادهشون دفاع میکنند. مورخان و تاریخ نگاران و سیره نویسان نقل کردند که این ام عماره، این صحابیه بزرگوار، در تمامی جنگ ها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه بوده. از بیعت عقبه گرفته، از احد گرفته، حدیبیه گرفته، خیبر گرفته، حتی در عمره قضاییه پیامبر، حتی در فتح مکه، در جنگ حنین، و جزو کسانی بود که حتی این نصیبه یا نصیبه بنت کعب، نصیبه بگیم قشنگتره، در جنگ با مرتدین هم شرکت داشت و جزو کسانی بود که در انتقام از مسیلمه کذاب که مسلمانان و مردم رو کشته بود اونجا حضور داشت و مشارکت داشت. و این مطلبیه که مورخان نقل کردن از جهاد ام عماره، نصیبه و تصاویری که هر کدوم از اینها برای خودش تصاویر خاص خودش داره و در سیر اعلام نبلا نقل شده که ایشون لیلت عقبه اولا بوده، در احد بوده، حدیبیه بوده، یوم حنین بوده، روز یمامه بوده و جهاد کرده و شگفت انگیزی هایی از خودش به نمایش گذاشته، عجایبی که تاریخ اون رو نقل میکنه. ام عماره تصاویر شکوهمندی رو از خودش در تاریخ ثبت کرده که انسان تعجب میکنه. به عبارتی اولین جنگجوی زن قهرمان در اسلام، یک جنگجویی که در مسیر اسلام با تمام وجود دفاع کرده و جنگیده، که از همه مهمتر گفتیم بیعت ایشون با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر رو یاری بکنه و همینجاست که ایشون میبینیم که در جنگ احد در کنار پیامبر هست و وقتی که در میدان جنگ احساس میکنه شرایط داره تغییر میکنه و دشمن شرایط رو، چون اینا رفته بودن برای کمک به زخمی ها یا مثلا سلاح رسوندن، آب رسوندن به جنگجویان، وقتی که احساس میکنه که در اینجا باید این در شرایط ویژه‌ای قرار بگیره، چنان جنگ میکنه که بشارت به بهشت با تمام خانوادهش نصیبش میشه که ما باید ببینیم که این چه کرد در نزدیکی با پیامبر، در دفاع از پیامبر، که اونجا در که تونست به این مقام و منزلت آسمانی دست پیدا کرد. خب ببینیم صحنه ایشون در جنگ احد چگونه بوده. این چه شگفتیه، این چه عجایبی است، این چه قهرمانی است که ایشون در جنگ احد از خودش به نمایش گذاشته که سراسر برکت و خیر و فدا کردن و قربانی و محبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که وقتی صفحات تاریخ رو نگاه میکنی، ورق میزنی، متوجه این صحنه ها میشی. ام عماره کسی که در بهشت قرار کنار رسول خدا، در نزدیکی رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه. میریم سراغ جنگ احد. بله، این خانواده مؤمن، ام عماره با دو فرزندش و همسرش وارد جنگ احد شدن. در میدان جنگ احد کنار پیامبر خدا و مسلمانان بودن. همسرش، دو فرزندش در راه خدا جهاد میکردن و ام عماره هم اومده بود که بالاخره به تشنه ها آب برسونه، زخمی ها رو بالاخره مداوا بکنه، زخم هاشون رو ببندند. و اما شرایط جنگ تغییر کرد. شرایط به گونه‌ای بود که اینجا مشرکان تونستن نسبت به مسلمانان در حالتی قرار بگیرن که مسلمانان حالت تدافعی پیدا بکنن و هر لحظه حمله میکردن و مسلمانان بر تعداد زیادی متفرق شده بودن. صحنه جنگ کاملا وحشتناک و خطرناک شده بود. حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده بود و در این لحظه بود که دیگه تعدادی داشتن فرار میکردن. در این صحنه که نصیبه بنت کعب یا ام عماره وقتی که این صحنه رو دید که واقعا این گونه هست و مردم دارن میرن، حتی برخی چیز میشد، ایشون بالاخره شمشیر به دست گرفت و سپر به دست گرفت و در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم جان خودش رو قرار داد و دفاع کرد به گونه ای که اصلا ما نمیتونیم الان این تصاویر رو به همین راحتی براتون به تصویر بکشیم. نگاه کنید، ایشون خودش نقل میکنه، میگه من وقتی دیدم مردم از طرف اطراف پیامبر پراکنده شدن و به جز تعداد اندکی انگشت شمار 10 نفر یا بیشتر یا کمتر اطراف پیامبر نمونده بودن، من و دو پسرم و همسرم
در اون موقع گفتیم باید از رسول خدا دفاع کنیم، در حالی که برخی داشتن فرار میکردن، ترسیده بودن، عقب نشینی میکردن. میگه من دیدم یک شخصی که داره میره و من سپر نداشتم، سپر جنگی نداشتم و داشت اون میرفت. گفتم تو که داری میری سپرت رو به من بده، سپرت رو بنداز. و اون سپرش رو انداخت. بودم سپرت بده به کسی که داره میجنگه. سپرش انداخت و من اون سپر رو برداشتم و شروع کردم در حفاظت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفاع کردم. و گفتم اصلا تصاویر و صحنه‌ای که در این جنگ به نمایش گذاشته میشه چنان سهمگین و عجیب هست که گاهی مردان میبینید چنین تصاویری رو نمیتونن در جنگ از خودشون به نمایش بذارن. ای کاش که این تصاویر و این صحنه‌ها به نمایش تصویر کشیده بشه در سریال ها و فیلم های سینمایی که امروز که تکنولوژی سینما هم بالا رفته. ایشون نقل میکنه که من در همون شرایط یکی از جنگاوران و کماندوها و سوارکاران مشرکین که اون در برابر من بود یا در برابر من قرار گرفت و من میخوام حالا بگم داستان رو داشته باشیم. ببینیم اون جنگجو در برابر این قرار گرفته صحنه ای هست که ایشون داره از پیامبر خدا دفاع میکنه. یکی از سوارکاران و قهرمانان قریش و جنگاوران روبروی ایشون قرار میگیره در میدان جنگ. ببینیم چی ایشون میشه، چی میگه. ایشون میگه یک فردی از این سوارکاران او به طرف من اومد و به من یک ضربه زد. میگه من سپرم رو گرفتم و نتونست کاری بکنه و اون خودش رو کشید عقب. میگه من به اسبش ضربه زدم و اون از روی اسبش به زمین افتاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این لحظه فریاد زد که ای پسر ام عماره، به پسر منو صدا زد. به فکر مادرت باش، به فکر مادرت باش، یعنی امک به داد مادرت برس. چرا که اون جنگاور بود، جنگجو بود و من هم تنها بودم. ایشون میگه که پسرم به من کمک کرد تا من تونستم که اون رو به تنگه برسونم و دور کنم از پیامبر خداوند در اون لحظه. میگم این صحنه و این تصاویر جنگ به گونه‌ایه که ما نمیتونیم راحت از کنار اونها بگذریم و ببینیم چگونه اتفاق افتاد. بریم تصویر دیگری باز در همین میدان جنگ اتفاق میفته که میگه که ما میبینیم که ام عماره در کنار پیامبر هست و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شونه‌شون خون داره چیکار میشه، از ببخشید ام عماره کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است و از کتف ام عماره داره خون جریان پیدا میکنه، اما با وجود این حاضر نیست دست از جنگ و جهاد برداره و هی اصرار میکنه که بتونه جنگ رو ادامه بده تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن زید میگه به پسرش که بابا این بسشه دیگه این بسشه، این دیگه بذار در این مورد مواظبش باش. ببینیم داستان رو عبدالله ابن زید خودش نقل میکنه که چگونه است. میگه که در احد ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودیم، زمانی که بیشتر اطرافیان ایشون پراکنده شده بودن. من و مادرم به پیامبر نزدیک شده بودیم و از پیامبر دفاع میکردیم. پیامبر گفت ای پسر ام عماره. گفتم بله. میگفت تیر بنداز. من تیر مینداختم و یکی از مشرکانی رو که روی اسب بود با سنگ زدم. با سنگ یکی از مشرکان رو زدم، روی اسب بود، سنگ بهش خورد، سنگ به چشم اسب خورد و همون موقع اسب و اون هر دو خوردن زمین و من رفتم با سنگ که بتونم این رو بکشم در اون لحظه و پیامبر من نگاه میکرد و میخندید و مادر من در حالی که شونش زخمی شده بود، خیلی آسیب دیده بود، گفت امک به فکر حالا مادرت باش، زخم مادرتو ببند. میگم میدان سنگ لحظات خیلی حساسه، ما نمیتونیم اینو تیز بگیم. بعد میگه پیامبر گفت رحمکم الله اهل البیت، خدا به این خانواده خداوند رحمت و برکتشو بده و مقام ربی بکن، یعنی زوج امه خیر من مقام فلان و فلان، رحمکم الله اهل البیت، شما از فلانیا و فلانیا مثلا بهترید، خداوند شما رو مورد رحمت قرار میده. بعد میگه پیامبر برای ما دعا کرد که ما در بهشت کنار پیامبر باشیم. میگه ام عماره به مجردی که اینو شنید و پسرش این دعای مبارک از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدن، دیگه دوباره باز شروع کردن به جنگ و مبارزه در برابر اونهایی که داشتن به پیامبر حمله میکردن. در این موقع بود که عبدالله ابن زید یکی اومد که از همین مشرکین، عبدالله با یکی از این مشرکین سوارکاران قهرمانان که سوارکارانی که حمله میکردن و جنگجویان باهاش ملاقات کرد و اون یک ضربه زد به
عبدالله ابن زید پسر ام عماره و این زخمی شد، زخم بزرگی دست چپش برداشته بود و این رفت عقب و خون در حالی که همجوری داشت میومد. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این صحنه رو دید گفت اعصب جرحک، یعنی زخمت رو ببند و اشاره کرد به مادرش ام عماره، به پسرش، و در حالی که خون از زخم اومد گفت که به طرفش برو. مادر میگه به طرف من اومد و یه پارچه‌ای رو در آورد یا همون موادی که وسایلی که داشتن برای زخم بندی هرچی بود، میگه آماده کردم این زخم رو بست. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به این دو تا قهرمان نگاه میکرد، به این مادر و این فرزند. بعد مادر به پسرش گفتش که بلند شو و بجنگ، چرا باید من زخمتو نبستم که تو همجوری بمونی، بجنگ. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله از این صحنه خیلی خوشحال شد و یه دفعه گفت من یطیق ما تطیقین یا ام عماره، چه کسی اینقدر تحمل داره که تو تحمل داری ام عماره، که هم خودت زخمی هم پسرت با در این شرایط پا میشی میگی بجنگی. ام عماره میگه که خیلی در نزدیکی پیامبر بود و دفاع میکرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و شمشیر در دستش بوده و از هر طرف هر کی میخواست پیامبر حمله بکنه و مثلا آسیبی بزنه و این دفاع میکرد و خودشو نگه می‌داشت. گفتم یعنی سعی میکرد که آسیب پیامبر نرسه. ایشون بودن 7-10 نفر. صحنه خیلی عجیبه. و میگه مشرکی بود که پسرش رو زخمی کرد. پیامبر این صحنه رو دید، همون مشرکی که پسرش زخمی کرده بود، همون سوارکاری که پسر ام عماره رو زخمی کرده بود، میگه این اومد، من که ندیده بودم کی پسرم زخمی کرده. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت نگاه کن ام عماره همین پسرتو زده، حالا برو انتقامتو بگیر. میگه بالاخره من رفتم به طرفش حمله کردم، یک ضربه زدم که بهش خورد، اما اون سلاح داشت و بالاخره قوی بود، ولی اینقدر باهاش جنگیدم تا اینکه اون شخص کشتم و اون مرد دیگه. یعنی نذاشتم مجال انتقام پسرم ازش گرفتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت بله ام عماره انتقامشو گرفتی. حالا داستان تا همینجا داشته باشیم. ادامه داستان رو میذارم برای جلسه بعد. خدا یار و نگهدارتون باشه.